حالا میم قسمت فاینانشال انالیز شروع میکنیم. البته خیلی بحثش کلان و خیلی بحث زیادی وجود داره در قسمت فاینانشال انالیز که میم استفاده از نسبت های مالی را یاد میگیریم. چطور میتونیم از نسبت های مالی استفاده کنیم. شما میتونید که efficiency, liquidity rate, revenue, profitability analyze میتونید شما در قسمت financial analyze کار کنید که قبلا با شما گفتم میتونید با یک تحلیل ساده میتونید نقدینگی، درآمد، سودآوری شرکتتان و همچنان میزان دریافت پولتان که در چند روز میتونید پول از کسان ریسیو کنن یا اینوینتوری که شما دارین در چند روز میتونن رو به فروش برسانین، شما به دست بیارین و همچنان قدرت بازپرداخت وام و غیره و غیره انشالله میآموزین. میم در قسمت کراس سکشنال انالیز. خب در مقایسه تجزیه تحلیلی که شما انجام میتین نسبت های مالی یک شرکت در یک مقطع زمانی مشخص با سایر شرکت ها چی میکنین؟ با سایر شرکت های را مقایسه با هم میکنین. فرض مثال ما اگر در یک صنعت چندین کمپانی داشته باشیم از قسمت کراس سکشنال انالیز استفاده کنیم، میم این کمپانی خود با کمپانی مختلفی که در بازار وجود داره را ما چی میکنیم؟ در صنعت مشخص مقایسه میکنیم. درست است؟ و میانگینش دریافت میکنیم که آیا کدام کمپانی چقدر مثلا در قسمت اندستری و یا در قسمت اندستری چقدر مثلا نقاط قوت داره یا فرمسال در قسمت فروشات و غیره و غیره. و در قسمت بنچ مارکینگ ما نشانه گذاری معیاری نحوه دیگری از تحلیل وجود داره که ما مقادیر مختلف از نسبت‌های مالی که وجود داره با یک کمپانی رقیب چی میکنیم؟ یا را با هم دیگه مقایسه میکنیم تا میانگین ازی برای ما معلوم شه. یعنی کمپانی که باید مشابه باشه، خدمات و پروداکت مشابه داشته باشه میتونیم این کار انجام بدیم. میان فرض مثال اینجا برای ما یک کمپانی است گردش موجودی ازی را برای ما محاسبه کرده که برای سال 2012 است. فرض مثال Caldwell Manufacturing است. در قسمت اینوینتوری ازی آمده 14.8 است و در قسمت اندستری اوریج ازی آمده در قسمت پروداکتش 14.8 میشه ترنوور موجودی گردش در اینوینتوریش و در قسمت اندستری اوریج چند است؟ 9.7. هر مقداری که عددا بالاتر باشه به میزان توانمندی کمپانی بالاتر است. یادتان باشه به هر اندازه که اعداد بالاتر باشه به اون اندازه میزان توانمندی کمپانی چیست؟ بالاتر است. هر مقداری که بس طرف صفر نزدیک باشه اون مقدار توانمندی کمپانی کمتر است. خب اینجا یک جدول خیلی ساده رو داریم از چندین کمپانی ها هست که فرض مثال اینجا مثلا دل است، مثلا کارگو است، مثلا سلز فود، کل از رو برای ما نشان داده. کل از رو در جدول که میبینین کرنت ریشیو داره، کویک ریشیو داره، اینوینتوری ترنوور داره، اوریج کلیکشن پریود داره که در چقدر اوریج میتونه پول خود دریافت کنه. فرض مثلا 58 روز است، مثلا 3 روز است، بستگی به بزرگی و خردی کمپانی داره. مثلا توتال اسید ترنوور است، مجموعه که اسید در گردش 1.6 1.009 و می در مقدار کم و زیاد شده. مثلا دپت ریشیو فرمسال قرضی که دارن چقدر توانی باز پرداخت داره، یا نت پروفیت مارجین است 8 تا 6 چقدر است. فرمسال ریترن آن توتال اسید چقدر فرمسال بازه پس سرمایه وجود داره. ببینیم بعضی کمپانی ها منفی است و بعضی کمپانی ها عدد قابل ملاحظه داره مثل دل. ریترن مثلا آن کم اکویتی است که شما از اکویتی تان چقدر ریتورن پس دوباره فیدبک می داشته باشین. خب این یک چارت مثال است که شما بعدا زمانی که تمامی از اسلاید تکمیل کردین میتونن خودتان تمامی از گزینه‌ها رو محاسبه کنین و خیلی ساده است که میتونن انجام بدین، مشکل نداره. میان در قسمت تایم سیریز انالیزس. تایم سیریز انالیزس تحلیلی است که ما کمپانی ما رو در طول یک زمان با استفاده از
صورت حسابایی که وجود دارد، نسبت های مالی که وجود داره، ما را میم تحلیل انجام میدیم که میم تحلیل نسبت های مختلف مثل نقدینگی، مثل قدرت باز پرداخت یا بازگشت سرمایه و تامیز را انجام بدیم. و همچنان این ارزیابی رو که زمانی شما انجام میتین به کمپانی خیلی زیاد مفید است. کمپانی میتونه که جایگاه خود در بازار پیدا کنه که من چگونه جایگاه در بازار دارم، آیا در اندستری که فعلا وجود داره من در قسمت ترنوورم چقدر است، مثلا موجودی گردش انوینتوریم چقدر است، یا مثلا توانایی باز پرداخت کمپانی ما چقدر است و آیا در چند روز من میتونم پول خود از کستمر ریسیو کنم. تا میذارم میتونم در قسمت تایم سیریز شما برای مقطع زمان مشخص تحلیل انجام بدین. خب این هم یک دو کمپانی رو برامون نشان میده که در قسمت اندستری وجود داره. میتونه که اینجا ببینه یکش گرافاش برامون اینجا مشخص، البته نرم افزاری استفاده شده در قسمت اوریج کلکشنی که پول میتونه انجام بده در قسمت اندستری و بارتلت است که بر ما اینجا نشان بده 50 است و اینجا آمده تقریبا 54 اشاره چند میشه و از قسمت 40 با بالا رفت این تا 50 روز. اینجا میتونه سالهای مختلفی رو بر ما نشان داده که البته نرم افزاری که شما استفاده کنین براتون گراف شما میکشه و داده برشان بتین. خب میم در قسمت using financial ratio، میم در قسمت financial ratio که ما نسبت مالی که استفاده میکنیم اگر انحراف زیاد داشته باشه، مثلا شما اگر یک نسبتی را استفاده میکنه قدرت لیکویدیتی یا نقدینگی یا فرمثال باز پرداخت وام یا فرمثال کلکشن کردن از کستمر، اگر انحراف خیلی زیاد داشته باشه ممکن است که شما کدام قسمت را اشتباه کرده باشین. درست است؟ و همچنان میتونه که نسبت عموما برای اطلاعات را که بر شما میتونه که شما در مورد کمپانی یک دیدی داشته باشین، یعنی قضاوت کلی کردن نمیتونه که واقعا کمپانی توانایی باز پرداخت کم پدر داره یا در بازار ممکن است که ضعیفتر باشه. خب در هر مقطع زمانی که شما مین از یک کمپانی را نسبت های مالیش شما استفاده مثلا آماده میکنین، ممکنه در نمو سال مشخص کار بردارین، برای سالهای دیگه شما نمیتونین تطبیق کنین که سالهای بعد شما میره ولی ادامه داره، چون وضعیت در حال تغییر است، تورم فرق میکنه، نرخ بهره فرق میکنه سال به سال، به می خاطر ممکن است نرخ رکود و تورم فرق کنه، به خاطر نمیتونین برای سالهای آینده هم پیش بینی کنین که کمپانی توانایی باز پرداختش در آینده به میشه صورت خود باشه. خب میتونه که از این نسبت های مالی که شما استفاده میکنید به خاطر حسابرسی عدت هم استفاده شه، میتونه از نظر بخش عدت هم شما نسبت هایی که استفاده کنید قابل قبول باشه و بتونه یک مقدار معلومات بیشتر به ذوق بده. و همچنان میتونه داده های شما که فرض مثال اگر مقداری که شما مشخص ساختین میتونه که برای شما فرضاً قابل مقایسه باشه با رشدتان. فرض مثال امسال با سال قبلی رو با امسال مقایسه میکنه، میتونه ببینه که توانایی باز پرداختان در سال قبل چقدر بوده و فعلا چقدر بوده، یا بازی سرمایه‌تان در سال قبل چقدر بوده و فعلا چقدر بوده. خب همچنان نتایج میتونی با تورم تعریف کنه که پیشتر تورم گفتم تغییر میکنه سال به سال، شما باید متوجه از این باشه. خب ببینید اولین سلایدی که ما محاسبه میکنیم اینجا متوجه باشین. خب دقت کنین در قسمت لیکویدیتی ریشیو است یا لیکویدیتی ریشیو برای ما نشان میده کمپانی چطور میتونه به سادگی قرض خود پرداخت کنه یا لایبیلیتی خود پرداخت کنه. حالا میخوایم توانایی یک کمپانی فرمسال یک عددی را ما استخراج کردیم، ما رو میتونیم استفاده کنیم. خب شما به خاطر از این منظور که ببینید توانایی باز پرداخت کمپانی را محاسبه کنین، از کرنت ریشیوش ما فعلا میخوایم حساب کنیم. کرنت اسیدی که ما فعلا داریم تقسیم کرنت لایبیلیتی میکنیم، یعنی مقدار اسیدی که فعلا در کرنت داریم تقسیم کرنت لایبیلیتی کنیم، برای ما نرخش برای ما نشان میده که چقدر میشه. فرض مثال ما توتال که اسیدی که اینجا داریم 1,233,000 است،
تقسیم 620,000 میکنیم. برای ما نشان میده 1.7. من گفتم 1.7 قیمت خیلی خوب است، یعنی توانایی بازپرداخت قرض ما رو برای ما نشان میده که در یک سطح خوب هستیم. اگر از یک کمتر باشه و در طرف صفر باشه یعنی توانایی بازپرداخت ما چی است؟ کمتر است. البته این مقداری که بر شما اینجا به دست میاد خیلی زیاد نیست که 40 50 200 قدر یا باشه بر شما، میتونه که خیلی کمتر باشه و توانایی بازپرداخت بر شما نشان میده که در کدام سطح شما قرار داره. مجموعی استی که کرین دارین تقسیم لایبیلیتی میکنه بر شما توانایی بازپرداخت یا لیکویدیتی ریشیو تان بر شما نشان میده.